سلام بین عزیز، باز هم دکتر عباسین. امید که صحتمند باشید. امروز میخوام در مورد علت اصلی سفید شدن مو صحبت داشته باشم. دلیل اصلی سفید شدن موها که به سفیدی زودرس مو نیز معروف است، یکی از عوامل اصلی سفید شدن موها ژنتیکی یا ارثی است. اگر والدین یا دوستهای نزدیک شما سفیدی زودرس را تجربه کردند، احتمال بیشتری وجود دارد که در سنین پایینتر نیز آن را تجربه کند. علاوه بر این، با افزایش سن، تولید ملانین رنگدانه مسئول رنگ مو به طور طبیعی کاهش می‌یابد و منجر به ظاهر شدن موهای خاکستری یا سفید می شود. استرس و انتخاب شیوه زندگی می تواند نقش مهم را در سفیدی زودرس داشته باشد. استرس شدید باعث عدم تعادل هورمون‌ها در بدن می شود که می تواند بر تولید ملانین تأثیر بگذارد. برخی از شرایط پزشکی یا طبی درمانها نیز می تواند باعث سفیدی مو شود. شرایط مانند اختلالات تایروید و بیماری های خود ایمیونی می تواند تولید ملانین را مختل کرد و منجر به سفیدی زودرس شود. کمبودی برخی ویتامین ها و مواد معدنی می تواند بر سلامتی و رنگ مو تأثیر بگذارد. به طور خاص کمبود ویتامین B12، ویتامین دی، آهن و مس می تواند به سفیدی قبل از موقع کمک کند. این مواد مغزی نقش مهم را تولید می کند در تولید هورمون ملانین. عوامل محیطی نیز می تواند در سفید شدن مو نقش داشته باشد. علاوه بر این، استفاده بیش از حد از مو خشککن و آتمو می تواند ساقه مو را ضعیف کرده و منجر به سفیدی زودرس شود. در اخیر، روش‌های مراقبت از مو می تواند برای سلامت و رنگ موها ما تأثیر بگذارد. به این دلیل مواد شیمیایی و روتین‌های نامناسب مراقبت از مو می تواند به آسیب مو و سفید شدن زودرس مو کمک کند.